با سلام. امروز میخوایم یک تلفن مدیریتی برند یلینک از کاوه ارتباطات هوشمند رو معرفی کنیم. تلفن T27G. این تلفن از 6 خط سیپ پشتیبانی میکنه. شما میتونید با این تلفن کنفرانس 3 طرفه صوتی برقرار کنید و همینطور این تلفن دارای پورت PoE و گیگ هم هست. همینطور که میبینید یه اکسپنشن ماژول به این تلفن وصل شده، اکسپنشن ماژول EXP P که قابلیت افزایش تا 3 تا اکسپنشن ماژول روی این تلفن وجود داره و همینطور هم میتونید که این اکسپنشن ماژول رو جدا کنید و تلفن به تنهایی استفاده بشه. یک پورت USB پشت این تلفن قرار داره که کاربردهای مختلفی داره. یکی از کاربرداش اینه که شما میتونید هدست USB به این تلفن وصل کنید. یعنی علاوه بر اینکه پورت RJ9 پشت دستگاه قرار داره و هدست RJ9 میتونید بهش وصل کنید، پورت USB هم میتونید بهش وصل کنید و پشت دستگاه این امکان رو داره که پورت USB بهش وصل بشه. یک قابلیت دیگه که این پورت برای ما ایجاد میکنه اینه که دانگل BT40 میتونیم به این تلفن وصل کنیم و داره بلوتوث میشه تلفنمون و همینطور دانگل WF40 که به این تلفن وصل بشه تلفن دارای وای فای میشه و بلوتوث این امکان رو برای ما فراهم میکنه که هدست بلوتوث هم و بدون سیم هم بتونیم به این دستگاه وصل کنیم و استفاده کنیم.